یک سازمان حامی حقوق انسان در لهستان میگوید مقامات درخواست 10 نفر از شهروندان تاجیکستان برای پناهندگی در لهستان را رد کردند و به این دلیل شهروندان تاجیکستان در مرزهای لهستان درماندند. دانیل ویتکا، حقوقدان سازمان حقوق بشری هلسینکی در لهستان، روز 6 مارس به رادیو آزادی گفت بسیاری از آنهایی که میخواهند درخواست پناهندگی کنند حق ورود به لهستان را ندارند و برای همین مدت‌های طولانی در مرز کشور میمانند. من یک نفر شهروند تاجیکستان را میدانم که در مرز اوکراین با خانواده‌اش 3 ماه باز منتظر است. شناسنامه‌اش پر شده است و جایی برای مهر ماندن ندارد و مهلت اقامتش در اوکراین هم گذشته است. او در یک وضع نامعلوم قرار دارد. سازمان هیومن رایتس واچ با نشر گزارش تازه با نام پناهجویان درمانده در مرز لهستان گفت سال 2016 تعداد زیادی پناهجویان از چچنستان و همین گونه تاجیکستان و گرجستان تلاش کردند در لهستان حق پناهندگی بگیرند و روزانه از 200 تا 300 نفر با امید راه یافتن به اروپا به اینجا می آمدند و می آیند. ونزل میخالسکی، یک نماینده هیومن رایتس واچ، روز 6 مارس به رادیو آزادی گفت اگر پناهجویان روزی خوش می داشتند به لهستان نمی آمدند. مردم با این اندیشه به لهستان نمی‌آیند که اینجا کشور دوست داشتنی است. مردم برای آن می‌خواهند به لهستان بیایند که پناهجو هستند و زندگی و آزادیشان در خطر است. در گزارش هیومن رایتس واچ آمده است در 2 سال گذشته مقامات تاجیکستان اعضای نیروهای مخالف دولت را بازداشت و زندانی و شکنجه کردند. آنها همچنین منتقدان حکومت را در خارج هدف گرفتند و خواستار بازداشت و استرداد منتقدان شدند. دانیل ویتکا، حقوقدان سازمان حقوق بشری هلسینکی، و دنزل میخالسکی از هیومن رایتس واچ در صحبت با رادیو آزادی حکومت لهستان را تنقید کردند که سیاست ضد پناهجویان را پیش گرفته است و آشکارا میگوید که در کشور برای مهاجران و پناهجویان باز نیست. بسیاری از پناهجویان تاجیک که به لهستان رفتند از آنجا یا به آلمان یا به دیگر کشورهای غربی اتحادیه اروپا رفته و در آنجاها درخواست پناهندگی کردند.